مامان دوستم آخرین باری که بهش زنگ زد این وسط مهمونی بود و گوشیشو گذاشت روی بی صدا و جواب مادرشو نداد. آخر شب که رفت خونه دید هیچکس خونه نیست. زنگ زد به باباش، دید که سر شب حال مادرش بد شده و بردنش بیمارستان. خلاصه تا خودشون میرسونه مادرش تموم میکنه. الان 1 ساله که از این قضیه میگذره و رفیق من هر بار که میره بیرون 2 گوشی توی جیبش میذاره و از گوشی مادرش به خودش زنگ میزنه و خیره میشه به اسم مادرش و زار زار گریه میکنه. خوام بهتون بگم تا قبل از اینکه دیر بشه قدر مادرامون فقط بدید.